این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین کفگرگی بین المللی تو فیس آخوندا که پاک گیج و ویجشون کرده. قطعنامه ضد ایرانی کانادا با آرای حداقلی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. در رأیگیری قطعنامه پیشنهادی کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل 85 کشور رأی موافق، 34 کشور رأی مخالف و 63 کشور رأی ممتنع دادند. خلاصه ای که شب یلدایی بعد هدیه این نصیب ملاجع عظما شد. حالا این زهر حقوق بشر رو در حالی دارن فرو میکنن تو حلقه عظما که زهر هسته‌ای همچنان تو رگ‌های ولایت داره شلوغ میکنه و هی بالا پایین میشه. متوجه شدم که اون وعده‌هایی که اونها داده بودن هنوز عملیاتی نشده. من با یک روزنامه عربی این صحبت کرده بودم. گفته بودم برخی بانک‌های بزرگ هنوز کاملا با ما همکاری نمی‌کنن، یعنی اتفاقا با احتیاط هم گفتم، در صورتی که باعث میگفتم کل بانک‌های بزرگ هیچ همکاری با ما تا حالا نکردن. این همه دلشون رو صابون زدن که شاید یه چیزی از لغو تحریما عایدشون بشه، اما حالا توی چنین وضعیتی گیر کردن. حالا سر اختلاسگر عمامه‌دار نظام رو ملاحظه کنید که بوی الرحمن نظام رو خوب تو دماغش حس کرده و استراتژی دراز مدت دشمنان نظام رو هم کشف کرده. هم تحلیل هایی که کارشناسان نزدیک به دولت ها اینها مطرح میکنن، استراتژی دراز مدت اونها اینه که با فشار بر جمهوری اسلامی از قبل حقوق بشر و مسئله مقابله با تروریسم بتونن دوباره تحریم ها رو برگردونن و این کشور دچار مشکل کنن. با این وضعیتی که ماشین درب و داغون نظام داره، تکلیف استراتژی دراز مدتش هم از همین حالا معلومه. این حجت الاسلام ترشی بادمجون هم داغ دلش از رفتن اوباما رو اینجوری بربلا کرد و نالید که ای اوباما چرا وتو نکردی؟ قرار بود اگرم شد اوباما اون تحریم و وتو کنه، چرا خودداری کردید از وتو؟ چرا اون همه حرفای زدید همه رو رها کردید؟ این همه عهد شکنی، این همه دروغ. چی شد اون عشق آتشی اینجور کشید به دشمنی؟ هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی. هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی. اینجاست که بوفالوی نظامم یاد دلواپسیاش میفته و میگه بیا این همه برجام کردید، این بود تهش. اونایی که امریکا رو بزک میکردن و میگفتن دیگه وضعیت امریکا عوض شده، دشمنیش تغییر کرده، دیگه آمده سر میز معامله مذاکره بنای سازگاری دارد، هی روی مسئله تبلیغ میکردن تو نوشتجاتشون. خب ببینن چی شد، آخرش به کجا انجامید. پهنیان هم این وسط سیخ به دست وایساده تا هر از گاهی یه چیزی بار شیخ فری و کابینش بکنه. ما بزرگترین جنگ جهانی که بهمون تحمیل شده بود رو 8 سال پشت سر گذاشتیم. با چی؟ با حقوق، با مزایا، با بیمه. ما بلد نیستیم، کورکورانه دنبال غربی‌ها افتادیم، کارهای احمقانه اونا رو داریم تکرار میکنیم. ولی تجربه نشون داده که این ادا و اطوارا آخر و عاقبت نداره و ته خط به یه چنین جاهای ختم میشه. از اونجایی که کیک توت فرنگی حلب از گلوی خامنه پایین نرفت، پاسدارا افتادن به ریپ و یه چنین نمایش‌هایی براشون درست میکنن تا شاید حال و هواشون عوض بشه. آنطور که میبینیم ظهیر با یک عزمی رهسپار سوریه شده است، اما در ادامه دچار شک میشود که دامنه این شک و تردید با ظاهر شدن برادر همسر بچه‌اش گسترده تر میشود.
لاجرم زهیر درباره کاری که انجام داده است و مکانی که در آن قرار دارد از خود سوالاتی می‌پرسد که جوابی در ابتدا برای آن ندارد. از اون طرف جیغ این پاسدار عباسی هم از زهربازی‌های شیخ فری به حواس و چپ و قطار جوش میاره. آقای رئیس جمهور، افتضاح شکایت‌های تو دیگه در اومده. آقای رئیس جمهور، تو منو بکش دادگاه محاکمه کن، من تو رو در محضر مردم، در دادگاه مردم بیابرو میکنم. تو همون فرد، همون رئیس جمهور عصبانی بی‌ادبی هستی که 49 نسبت بعد مخالفین خودته. خلاصه این که این توپ قدرت بین دلواپسا و دلارام تو کش و قوسه و هر کی از یه طرف میکشه. یه نوچه‌ای هم داره اکبر کوسه که هر تریبونی پیدا میکنه میره پشتش میزنه پادکنک‌های نظام ولایت رو میترکونه. یعنی فهمیده طلسم عظما شکسته، واسه همینه که میترکونه. 22 بهمن 57 در سال 1357 که انقلاب شد، ما چند پرونده مفاسد اقتصادی داشتیم. عزیز من، از در دیوار مملکت داره مفاسد اقتصادی میریزه. لیبرالا نذاشتن، زیبا کلام نذاشت، فراماسونا نذاشتن. چی هستیم؟ ما فوت بکنیم ما پرت میشیم بیافتیم، ما کاری نیستیم، قدرتی نداریم. یعنی هرچی عظما میخواد قلدر بازی در بیاره، اینجوری پتش رو میریزن رو آب و نقش زمین میشه. این شما و این یک نمونه از پیشرفت‌های خیره کننده نظام. ببین آقا، ما موشک داریم نقطه زن 2500 کیلو بردشه، بدون 1 متر اینور اونور نقطه رو میزنه، ولی تو صنعت خودروسازی تو همون 37 سال پیش موندیم. ولی این تبلیغ یه چیز دیگه ای میگه. ببینید. سایپا به طرحی نو میاندیشد، سایپا تینه گفر. بفرمایید. سایپا خودرو ملی، سایپا بهترین خودرو دنیا. سایپا. بله، اینم نتیجه خدماتی که قرار بود امام خاک بر سرشون بکنه. از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم. یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم. ما هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم. خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش رو ببرم. این پاسدار طلایی هم یه دفعه تریپ حقوق بشر برش داشته و لباس نیروی انتظامی رو در آورده و به ناگهان مدعی دفاع از حقوق مردم شده. ای کاش مسئولان ما می آمدن از ماشیناشون پایین، خودشون در خیابونها با مردم قدم می زدن. ای کاش یه مقداری محافظا رو کنار می گذاشتن، خودشون مستقیم با مردم حرف می زدن تا ببینن مردم چه میگن. هر کی این پاسدار جانی رو نشناسه فکر میکنه یه چیزی تو مایه های این گربهه میمونه، اونم تو چنین وضعیتی. باورم نمیشه پیش من نشستی، واسه خاطر من از همه گذشتی، من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله. تیویریش یه برنامه درست کرد که قرار بود جلوی فرار مغزها رو بگیره، اما از توش چنین چیزی در اومد که به خصوص به علت اینکه الان تو فضای آکادمی هستم توی ایران، دانشجویانی که میان برای مشورت برای رفتن و به من میگن که من میخوام برم خارج. میگم کجا؟ میگه خارج. یعنی تصور انگار این هست که یک کشوری وجود داره به نام خارج، فارغ از اینکه آیا جای خوبی هست یا نیست، دوست داره که بره اونجا. به قول اخوان ثالث، هر جا که اینجا نیست. چند تا هموطن تو هواپیمای بازگشتی از مالزی یه جشن مختصری گرفتن. ببینید انعکاسش توی تیویریش چی بود. از واکنش سازمان هواپیمایی کشوری
در مورد هواپیمای معروفی که مالزی می اومده، این هواپیمای زیاد تکون میخورده رو هوا، بعد مردم با اون تکونا تکون میخوردن توی پرواز. هواپیما تکون بخوره مردم تکون میخورن. آره دی، مردم تکون خوردن. خیلی از واکنش شفاف و قاطع سازمان هواپیمای کشوری من ممنونم. مثلا امروز صبح می اومدم رضایتمندی رو در چهره مردم می دیدم از اینکه سازمان هواپیمای کشوری به موقع این واکنش رو نشون داده. فقط تو راه به من گفتن آقا اینا که دست به واکنششون خوبه، یه واکنش کوچولو هم راجع به تأخیر 15 ساعته هواپیماها، باند راست فرودگاه مهرآباد سالها قراره درست بشه، وضعیت اسفناک خدمات در فرودگاه ها، برخورد خیلی بد بعضی از شرکت های هواپیمایی با مسافرانشون. رقص زیبای فواره های آب در دبی سکانس پایانی خبر تو خبر این هفته است. با هم ببینیم.